مراد بکن یک زازا هست. سلام مراد. سلام. خوش اومدی. ممنونم. برای جواب دادن به سوالات بیننده ها آماده ای؟ آمادم. یکم در مورد خودت مراد بگو. بکن بینگورلو، مدیر عامل فدراسیون مجموعه زازا هستم. زازا به چه کسانی میگن؟ زازا یه ملته، یه مردمه. زازاها ملتی هستن که از زمانهای خیلی گذشته تاریخ تا به الان از دجله و فرات و از زاورت و دیلم ایران، یعنی شمال ایران و اطراف دریای خزر مربوط میشن. تاریخچه کلمه زازا چیه؟ از زمان خیلی گذشته تا الان با زبانی که مردم بتونن بفهمن بخوایم بگیم سومه ها، آسوری ها، امپراتوری ها، پارس، خیلی با کلمه زازا مواجه میشیم. به خصوص 500 سال قبل از میلاد در دوره امپراتوری پارس داریوش اول، جایی که روی سنگ نوشته شده تو جغرافیای ایران از دجله و فراتی که حرف میزنیم در مورد منطقه زازارا میگن. و بازم تو دوره سومرها تو کارهای تاریخی و عتیقه‌ای که انجام دادن 3 معبد زازارینا ساخته میشه و خیلی مثالا شبیه به این قضیه ها هست. تو جغرافیای ترکیه رود دجله و فرات هم نشون میدن که در طول تاریخ زازارا بوده و هنوزم همچین منطقی وجود داره و نشون میده که تاریخچه زازارا تا به امروز اومده و هست. بین زازاها و علوی ها رابطه ای هست؟ البته که هست. زازاها نصفشون علوی هستن، نصفشون سنی هستن. از نظر فرقه‌ای به علوی و سنی تقسیم میشن. حتی فکر میکنم درست باشه که بگم زازاها از اهل بیت اومدن و دلیلش هم قضیه کربلاست که اهل بیت و بچه های حضرت علی تو دیلم زازاها پناه گرفتن. زازاها از فرزندان حضرت علی مراقبت کردن و اونجا از اهل بیت بود که انتخاب کردن مسلمان بشن. یعنی در واقع تو زازاها 50% علوی و 50% سنی هستن. یعنی هم علویان و هم سنی. درباره این که توی ترکیه میگن مافیا از زازاها هستن نظرت چیه؟ انگار که درسته. البته که این یکم مربوط به کاراکتر و شخصیت میشه. تو بحث تاریخچه‌ام مفصل راجع به زازاها گفتم که مشخص شده که زازاها شجاع، جنگجو و لجباز هستن. این هم تو بیان عثمانی ها و هم تو بیانای دیگه و قبلی اومده. تو جغرافیای زازاها که نگاه کنیم میبینیم تو جاهای سردسیر زندگی میکنن. دریاها، درختان و بز. فکر میکنم که بز و درخت مربوط به همین کاراکتر زازاها باشه. یعنی اونا اینجورین. بین زازاها و قبیله های دیگه جنگ و دعوا هست؟ البته که هست، اما بیشتر از امروز در قدیم بوده. میدونین که الان تو سال 2021 خیلی چیزا تغییر کرده. دنیا عوض شده. زازاها هم تغییر میکنن. ساختار قبیله‌ای زازاها قویه، به هم وابسته است. اگر کسی از بیرون بهشون حمله کنه و اونا بین خودشون خصومت داشته باشن، فوراً قهر و کنار میذارن و با هم همدست میشن و در برابر دشمن مقاومت میکنن و سریع تصمیم میگیرن. در آخرم افرادی که به اونا در علویا میگن سیو، در سنی ها میگن شیو، فرا میخونن و همراه با اونا تصمیم نهایی رو میگیرن. این برای تمامی قبیله ها اینجوریه. به احتمال زیاد یکی از بزرگترین قبیله های ترکیه رو زازاها تشکیل میدن. به خصوص قبیله برمک بزرگترین قبیله بود که قبل از عثمانی ها بر جغرافیا حکومت میکرد. این قبیله برمک تو بخشای کوچیک خودش که شمام این زمانه و روزها تو فضای مجازی حتما باش روبرو شدین، قبیله بوجاک، قبیله آز، قبیله زیب، قبیله کاسیمان و مثل این قبیله های بزرگ دیگر رو تشکیل میدن یا قبیله هایی که الان در ترکیه هستن. زازاها خواسته تشکیل یک دولت مجزا برای خودشون دارن؟ همچین خواسته ای اصلا نیست. نمیشه و امکانش نیست. کشور مشخصه، دولت هم مشخصه. منم دلم میخواد تو کشورم مثل همه بدون وابستگی و آزاد زندگی کنم. امروزه تو ترکیه اینقدر اطلاعات نادرست و کثیفی در مورد زازاهاست که هیچ فکری بجز اینکه طرز فکر کشور و مملکتمونو راجع به زازاها درست کنیم و دروغا و چیزای بدی که یک سریا راجبمون میگن و از بین ببریم نداریم. حتی در کنار دولت و
ملت ترکیه سعی میکنیم و وظیفه داریم